با سلام خدمت دوستان همراهان کانال تنفس خودرو. امروز مونتاژ سرپلس L90 گردگیر پلس L90 گردگیر داخلی خیلی هم پرمصرف است. توجه داشته باشین که مشتریان گرامی هر موقع تعویض روغن میرین این گردگیر رو حتما چک کنین. از این وسط ها چاک میخوره و کل واسکازین تخلیه میشه و خدای نکرده گیربکستون میسوزه و 40-50 میلیون هزینه گیربکستونه. حتما تعویض روغن بگین چک کنم. این گردگیر رو خیلی هم پرمصرف است. سعی کنین گردگیر اورژینال استفاده کنین. گردگیرهای بازاری عمری ندارن، موادشون خوب نیست. گردگیر حتما فرانسوی با آرم رنو بغلش حک شده باشه. روی بلبرین فرانسه آرم رنو داره. روی تمام قطعاتش ماشین رنو اکثر رو قطعاتشون آرم و لوگو رنو حک شده. برای مونتاژ قلق خاصی داره گردگیر L90. نیاز به چسب نداره گردگیر اورژینال. چسب کاری نکنید چون همون چسب خودش میره داخل گیربکس و نکنه کانال ها رو میبنده. گردگیر به جازگی قسمت پیچ ها خیلی بستنش مهمه. این حالت گردگیر رو میجه کنیم و پلوس هم راستا با سطح خودرو صاف نگهش داریم طوری، چون اگه بره پایین گردگیر حالت میگیره و به همون حالت صفر میشه. دقیقا راست نگهش داریم بدون هیچ چسبی. چارو و دست شامون گیر میدیم بدون دخالت ابزار. پیچا گیر داد دقیقا تو همین حالت پیچا رو صفر میکنه. صفر کردیم دیگه پلس بیاد پایین مشکلی نداره. برای واسکازینش هم سوال کردیم بودم. واسکازین L90 واسکازین BT 7580 یا Elf 7580 بهران سمن 7580 تو این گرید سعی کنه بریزه. 7080 یا 7580 واسکازین شلیه. اتومات 4 فصل هم هست. بالای 70-80 هزار نیاز به تعویضه. از این واسکازین استفاده کنیم چون هوای سرد اگه واسکازین معمولی 85-90 بریزین دنده ها صفر جا میکنه. با تشکر. تنفس خودرو در کنار شما.